آقا ما چند روزه هی میبینیم این ماشینای گنده میان و وسیله میارن و اینا. ببین جلو خونمون چی زدن، چیکار کردن، چیه اینا؟ چی جشنه اینا میخوان بگیرن دم خونه ما؟ آمارشو در میارم میگم بهتون. دیروز پیروز اینا رو زده بودن با اینا و اینا، ولی اینا دیگه جدید بود، اینا جدید بود، اینا هم جدید بود. چه خبره؟ شلوغ کردن دم خونمونو. ای بابا. سلام، چطورین؟ خوبین؟ آقا من فهمیدم این تزیینات توی محلمون برای چی و چی کار داشتن میکردن. کلا از اول ماه جون لیسمون قشنگ دیوونه میشه. مردم میریزن توی خیابون، توی محله های مختلف، ساردین کبابی میخورن، غذاهای مختلف میخورن، نوشیدنی میخورن و میرقصن، صدای موزیک بلنده، حال میکنن واسه حساب کلی. اسم این جشن فکر میکنم آقیایش، اگه درست تلفظ کرده باشم، اسم این جشن اینه. حالا هدف این جشن چیه؟ هدف این جشن گرفتن سنت آنتونیو یا اون نگهبان شهر لیسبونه. این جشن توی محله‌های مختلف برگزار میشه. منم گفتم چند تا محله رو بریم با هم ببینیم که کدوم بیشتر خوش میگذره. از محل خودمونم شروع کردم. رقص و شادی و پایکوبی رو استاپ کردن که بازی اسپانیا و پرتغال رو ببینن. Comboio à beira do mar, mesmo à beirinha, apita o comboio no centro da linha.
تموم شد و این محله خودمون که توشیم بریم ببینیم شبای دیگه و محلهای دیگه چجوریه. این خیلی باحال بود، خیلی همه چی مرتب سازماندهی شده، میزای خوشگل، غرفه ها خیلی ناموز خوشگل بود و در ضمن خیلی مرتب و قشنگ روی نظم بود، خوشم اومد. حالا بریم شبای دیگه و محلهای دیگه رو ببینیم اینجا خوش میگذره یا نه. به من که امشب خیلی خوش گذشت. بریم ادامه رو ببینیم. های، امروز روز دیگری است، امشب شب دیگری است، ولی همون ویدئو. من اومدم یه محله دیگه ببینم جشن مهمونی اینجا چجوریه. ببینم جشن اینجا چجوریه. بریم ببینیم با هم. Dá-lhe aqui gás, que eu quero muito ter gás aqui e fora vamos chegar até lá abaixo da Alameda. Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Chuta! E ao meu lado no concerto nesse dia todos foram sou teu até ao fim, será para mim. Agora as músicas vão que só dizes disparates e tanta asneira, tipo partida, tanta asneira, não chegou sem alicates. Mas tu não sabes que dar um beijinho já é chamativo. Ou quem te disse que lá por dar um beijinho tinhas de casar comigo. Vai até cá, então vou eu, dá-me um beijinho. Egoístas, barbudos, cabeludos, rapadas, que eu sei que há muitas que andam eles também. Então já todos que a mãozinha lá em cima. Ora dá cá um a seguir dá outro, depois dá mais um, só dois é pouco. Ai eu gosto tanto, isso é tão gostinho. E no entretanto mais um. Eu adivinha, não adivinha não, o que eu disse ao padre na minha confissão. Dá cá um beijo, dá cá um beijo. Não sejas má, não sejas má.
As mãozinhas para cima. Já tem sido isto. Vou por lá. Vou melhor. Grande computador. Não mais, foram umas poucas gajas. غذا بزنیم. خب آقا من برگشتم خونه دیگه، خیلی دیر وقت شده بود، اونجا فیلم نگرفتم که براتون توضیح بدم، سری ماشین گرفتم برگشتم. اینجایی که رفتم خیلی فضاش باحال بود، حس میکنم خیلی شادتر و پر انرژی تر بود نسبت به اینجا. دلیلش هم نمیدونم، حس میکنم چون بیشتر مثلا مرکز شهر بود، مثلا فضاش و وایبش باحالتر بود. اینجا اگه بخوام بگم چیشو بیشتر دوست داشتم، مثلا چیدمان میزا و صندلی‌ها و اینا، من که بشینی یه چیزی بخوری بهتر بود. اونجا یکم تو هم بود، مثلا رفت آمد سخت بود. اینا مثلا صندلی‌ها وسط بود، دور تا دورش میتونستی راه بری، ولی اونجا یکم شلوغ بود دیگه. و چون مرکز شهر بود تقریبا، خب این شلوغ بودنش منطقی بود، چون که اکثرا آدما میرن اون سمتا برای جشن و عشق و حال. اینجا یکم خلوت‌تر بود مثلا، ولی باحال بود، اونم خیلی باحال بود. بریم ادامه جشنا.
Eu sou bruto, sou malandro, então deixa andar, não há de amor a esse